سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. اعوذ بالله من الشیطان شیره‌ای. در خدمتتون هستم از اتاق دفتر طب سنتی. همونطور که میدونید حدود 4 ماه هست که این کرونایی وامونده، به تمام دنیا افتاده، به جون ما هم افتاده. گفتم آمی صحبت کنم بهتر میفهمید. نه آره والا خودمون این دیگه. آره یه 4 ماهی هستش که ما حضور شما در استقامت و مقاومت در مقابل کرونا انواع و اقسام روش ها رو داریم بهتون یاد میدیم. روش اولی که بهتون یاد دادیم، یادتون میاد که کمی پنبه رو چکار کرده، آغشته کرده در چی؟ در روغن بنفشه. در کجا قرار داده؟ در سوراخ ما تحت. ولی دیگه اون یکی از روش ها بود که میشه متحد به هوا باشید که این کار رو میکنید. سوزش ندارد، نه زیاد ندارد. اگه عادت داشته باشی ورود و خروج ندارد. نه البته در نامه‌ای که ما به ملکه مادر حدودی چند سال پیش فرستادیم، ملکه مادر دیگه عزتمان را میگوییم، سرورمان، تاج سرمان، ما خاک پایشان هستیم. و مگه بدون ملکه انگلستان میشه زندگی کرد؟ ما آب بدون اجازه ایشون نمیخوریم. در نامه‌ای که از دفتر اتاق طب سنتی به ملکه مادر فرستادیم به ایشون البته ما گوشزد کردیم که خدای نکرده زبان مالات، خدا روز رو نیاورد، گاد فوربید، اگر ملکه مادر عطسه‌ای کرد، خارش دماغشون گرفت، خب کار دیگه و نمیشه که یه وقت تب کنم به چایم. گفتیم که پنبه رو چکار کرده، آغش کرده در روغن بنفشه در دماغ خود قرار بدهند. برای ملت ایران ما گفتیم خود در ما تحت خود قرار بدن. فرق میکنه، نه کشور با کشور، انسان با انسان، جمعیت با جمعیت فرق میکنه. اما الان دوستان عزیز روش دیگری رو میخوایم به شما یادآوری کنیم که از روش‌های دیگر مقابله با کرونا، روش‌های بسیار مثبتی که ما خود تجربه کرده و بسیار خوب بوده برای ما و می‌خواهیم با شما در اختیار شما بگذاریم. چه میباشد؟ شاش. بله شاش، نه اشتباه نشنیدید، شاش شتر. شاش شتر، اونم شاش شتر باید داغ باشد. هر چی که شاش شتر داغتر باشد بهتر. میخوایم این خود سمپلی بشم چایی اجازه بدهید. چقدر خوب می باشد این شاش شتر. بسیار بسیار برای مقابله با انواع و اقسام مریضی ها مخصوصا کرونا بسیار خوب می باشد. همونجا گفتم شاش باید داغ باشد. الان بازار شاش بسیار داغ است، اما شاش شتر بسیار بسیار مفید برای مبارزه با انواع و اقسام مریضی ها می باشد. اگر شما بتوانید شاش را از شتر گرفته مستقیما از شاشدانش گرفته مستقیما داخل استکان ریخته دهانتان ببرید که به همارا خیلی خوب می باشد. اگر که فکر می کنید که از زمانی که شما شاش رو از شاشدان بگیرید به دهان خود نزدیک کنید شاید از حرارتش کم شود، چطور موردش رو به خود داغ باشه دیگه، دهان خود رو نزدیک شاشدان شتر برده که همونجا بشاشد، داغ تناول کنید. بسیار و بسیار برای شما خوب می باشد. شاش شتر برای مقاومت و استقامت با انواع و اقسام بیماری ها. اگر شما روغن بنفشه آغشته به پنبه در ما تحت خود قرار بدهید و از آن ور هم دهن خود رو نزدیک شاشدان شتر بگیرید که شتر آنجا داغ شاشیده که دیگه شما مریضی جرأت نمی‌کند وارد بدن شما بشود. شما تصور کنید دیگه دهانتان زیر شاشدان شتر است، داغ دارد میشاشد، ما تحتتان داخلش پنبه پر از روغن بنفشه. مگه دیگه کسی جرأت دارد داخل شود؟ نه دیگه شما تصور کنید. بروید که من
ما باز هم در خدمت شما خواهیم بود. روزی باشید. بله انشالله که خوشمزه باشه. یه 3 روزی باید بمونید و روزی 3 مرحله یا 3 وعده از این ادرار استفاده کنید. اما خب صبح اینا ادرار دارم میتونید بگیرید و عرضم خدمتتون استفاده کنید.